دوام 15 دقیقه اخباری آزادی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ مستقیم پخش می شود. سلام بیننده عزیز، من مومین احمدی شما را همراهی می کنم. همکارانم درباره آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان گزارش دارند. سرخط خبرها: تاجیکان را هدف قرار داده با آنها اجازه ورود بر روسیه را ندادند. شکایت صدها مهاجر تاجیک که در مرز قزاقستان با روسیه درمانده‌اند. ازبک‌ها هم میگذارن، قرغیزها میگذارن، برای که پاسپورتشون در اینجا اشتراک میکنن. تا 90,000 سامانی جریمه یا از 6 تا 10 سال زندان. واکنش به طرح قانون که برای استفاده نادرست برق جوابگری جنایی پیش بینی میکند. و قزاقستان تقدیم کارت‌های بانکی به خارجیان را محدود می‌کند تا فشار بالای پول ملی این کشور کاهش یابد. برای خرید و فروش اسعار روبل را با تنگه برابر کرده، بعد با این تنگه ها دلار خریده می شود. مرزبانان روس یک هفته باز به بیش از 500 شهروند تاجیکستان در مرز قزاقستان اجازه وارد شدن به خاک روسیه را نمی‌دهند. مهاجران تاجیک از راه زمینی از گذرگاه سگرچینی قزاقستان تلاش وارد شدن بر روسیه را دارند. در اینجا پیوسته باران میبارد و هوا سرد است. یک سبب را قاچاق نیروهای مینرالی از این گذرگاه میدانند که باعث بسته شدن مرز برای مهاجران شده است. همکارم میرزانبی خالقزاد با نوارهایی که مهاجران فرستادند این گزارش را تهیه کرده است. امروز سنه 8 اپریل ما مهاجران در سرحد قزاقستان روسیه گرانیسای سگرچین ارنبورگ اینجا مردم 3-4 روزید یک ماشین 2 ماشین در سر میتن تمام. اینجا نه توالت های نه خوردنی های همه چیز داشت خود بود چید مردم اینجا کشنه و تشنه خواه. بیش از 500 مهاجر تاجیک در انتظار ورود به روسیه. گذرگاه سگرچین در مرز قزاقستان با روسیه. اکثر این مهاجران به خاطر تمدید مهلت بود و باش در روسیه وارد قزاقستان شدند، ولی هنگام بازگشت به روسیه برایشان اجازه درآمدن به این کشور را نمیدهند. بچه‌ای هستند که در یک هفته چیزی نمی‌جدن، در هفتهش 200 ماشین نگذشته نمیگه که تا چی کنه احوال اینه. ازبک‌ها هم میگذارن، قرغیزها میگذارن، برای که چیزاشون رایشون پاسپورتشون در اینجا اشتراک میکنن. مرزبانان روس به مهاجران تاجیک سبب راه ندادنشان به خاک روسیه را شرح نمیدهند. نماینده قرغیزستان به مهاجران این کشور در حضور دیگر مهاجران گفته است که در مرز قاچاق نوری‌های مینرالی ثبت شده است و روسیه به این خاطر نظارت را سخت کرده است. در سفارت تاجیکستان در قزاقستان به زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. برخی از مهاجران بندمانده از تاجیکستان با ماشین‌های شخصی به روسیه می‌روند، ولی برخی دیگر آنهایی هستند که به خاطر عبور مرز و نوسازی مهلت بود و باش از روسیه به قزاقستان وارد شدند. اکثر مهاجران تاجیک برای تمدید بود و باش خود در روسیه باید در 90 روز یک بار خاک این کشور را ترک کنند. بیشتر آنها به قزاقستان که با روسیه هم مرز است می‌روند و از آنجا دوباره وارد روسیه می‌شوند. نه همیشه مقامات روس به برخی آنها اجازه بازگشت به روسیه را می‌دهند. مقامات تاجیکستان به چنین روش‌ها دخالت جدی نمی‌کنند. حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه می‌خواهد پرتابگاه‌های اوران را در 6 سال آینده در شمال کشور بی‌ضرر گرداند. آن هم با 515 میلیون سامانی معادل 50 میلیون دلار که معلوم نیست کی می‌پردازد. قبرستان اوران که یک میراث بد شوروی برای تاجیکستان گفته می شود، سالهاست که مردم حداقل 3 ناحیه را در ولایت سوخت رنج می دهد. همکار ما کیومر سیاتا موضوع را آموخته برای شرح بیشتر در استودیو است. کیومر سلام، جزئیات برنامه حکومت چی است؟ سلام عبدالمومن، هدف اساسی حکومت از قبول این سند این پره بی‌ضرر کردن پرتابگاه‌های اوران در موضع دهمای شهری بوستان و تا کمترین حد پایان بردن ضرر این گونه پرتابگاه‌ها در شهر استقلال و هم شهرک ادرسمان است. در این 3 منطقه در ولایت سوخت تقریباً 40,000 نفر زندگی می‌کنند. طبق آمار آخر در تاجیکستان زیاده از 47 میلیون تن پرتاب اوران در مساحت 123 هکتار پهن شدند که به گفته مقامات
تغییرات در منطقه های کوهی و به واسطه در نزدیکی منطقه های اهالی نشین جایگیر شدند. به تصدیق مقامات و هم کارشناسان بخش محیط زیست، این پرتوها که در فضای باز هستند باعث به بلند شدن سطح رادیاسیون شده به سلامتی ساکنان اطراف خطر دارند. در محل پرتوگاه میزان شعاع رادیواکتیو تقریبا این 3000 میکرورنتگن در یک ساعت را تشکیل میدهد که از معیار مقرری چند صد برابر زیاد بوده است. خطر دیگر این پرتوگاه ها این افلاس شدن آبهای زیر زمینی است و هدف اساسی حکومت در آینده به پررگی به ضرر کردن قبرستان اوران، پاک کردن آبهای اوراندار، پیشگیری از آلوده شوی آب و تأمین بی‌خطری مردم اطراف پرتوگاه ها گفته می شود. کیومرث، حکومت برای عملی شدن این هدفها از کجا پول می‌یابد؟ چیزی در این باره گفته شده است یا نه؟ نکته اساسی که عبدالمومن به گفته بعضی از همصحبتان ما عملی شدن برنامه حکومت را زیر سوال میبرند، این دقیق نبودن سرچشمه یا که منبع مبلغ گذاری است. در حجت آمده است که برای بی‌ضرر یا حداقل به حد کمترین به حد پایینترین کاهش دادن آسیب قبرستان های اوران 515 میلیون سومانی یعنی تقریبا برابر به 50 میلیون دلار ضرور است. از این مبلغ حکومت تنها 13 میلیون سومانیش را میدهد و باقی مانده 502 میلیون سومانی را باید از دولت و سازمان های یاری رسان پیدا کنند. اما معلوم نیست که کدام دولت یا کدام سازمان بین المللی این پول را پرداخت میکند و مقامات هم در این باره شرح نمیدهند. یک کارشناس حفظ محیط زیست که در تهیه این برنامه شرکت کرده است با شرط فاش نشدن نامش در صحبت با ما گفت که در شرایط فعلی این به گمان است که یگان دولت یا یگان سازمان برای بی‌ضرر کردن قبرستان اوران به تاجیکستان تقریبا 50 میلیون دلار بدهد. تشکر کیومرث. یادآور می‌شوم که تاجیکستان بعد از سالهای 2000 تلاش دارد بیش از 10 پرتوگاه خرد و بزرگ اوران را بی‌ضرر کند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. در مدت خیلی کوتاه پس از آنکه امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد کرد که استفاده غیرقانونی برق و سرپیچی از پرداخت پول آن جنایت دانسته شود، در پارلمان تاجیکستان طرحی تغییر به قانون را آماده کردند. بر اساس این طرح افراد یا کارخانه‌هایی که برق را نادرست استفاده می‌برند یا می‌دزدند به جوابگری جنایی کشیده می‌شوند و حتی زندانی می‌شوند. جزئیات موضوع در گزارش همکارانم علیشیر ظریفی و شهلایی عبدالله. این مرد باور دارد که به دزدی نیروی برق نه ساکنان عادی بلکه بیشتر کارخانه‌های خرد و بزرگ دست می‌زنند. رای نقلیات برق در بر استولبه همون ساکنکون زدگی یگان خلقت دزدی کار می‌کنند. این کارخانه بسیار میشه. ای کارخانه‌های کمرسکی میشه. مغازین و آشخانه‌ها. دزدی یا کاربرد غیرقانونی برق تا حالا گناه مأموری به شمار رفته، جزایش تنها جریمه بود. در تغییر و الوه‌های نو که هفته گذشته از سوی پارلمان پذیرفته شدند، دزدی یا استفاده غیرقانونی برق جنایت اعلان و بر ضمن افزایش جریمه از 27 تا 90 هزار سومانی، جزای از 6 تا 10 سال زندان نیز مقرر گشت. وزارت انرژی تاجیکستان هدف از تهیه طرح را پرزور نمودن جوابگری برای استفاده غیرقانونی نیروی برق ارزیابی نموده است. عبدالله اشروف، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی، شبهه دارد که از چنین راه مشکل حل شود. او رشد نظام بیلینگی را از سخت‌تر کردن جزا بهتر می‌حسابد. ولی مقامات راه جزا را با راه سخت‌تر کردن جزا ظاهراً می‌خواهند به مقصدشان رسند، یعنی پول برق را جمع‌آوری کنند، ولی اینجا به گمان است که نتیجه دلخواه به دست بیاید، چون که باز هم طور ساکنان شکایت میکنند. بعضا وقت میشد که آنها پول برق را پورا پرداخت میکنند، ناظر برق را آن را به صورت حسابی لازماً نمیگذراند. بارها چنین ناظران برق بازداشت شده بودند، در مطبوعات هم گزارش ها بود. یعنی پس از سخت‌تر شدن جزا هم شاید چنین عملها بیشتر شود و کمتر نه. او تاکید نمود که سخت‌تر کردن جزا برای دزدی برق احتمالاً با طلب بانک جهانی، یکی از سرمایه‌گذاران بخش انرژی کشور، صورت گرفته است.
پلیس در گذشته بارها از استفاده غیرقانونی برق از سوی ساکنان و گاهی صاحبکاران خبر داده است، ولی میان افراد گمانبر منصبداران شناخته یا رهبران کارخانه‌های معروف دیده نمیشد. این قانون برای همون چینونیکا، برای آدمایی که کارخانه دارن فریب میکنن، پول نمیتین. یعنی همون نظارت برق میاد و در همون کیسش پول میزنن، میگه بیا با همش حساب کن. این خیلی کارهای در تاجیکستان. بسیاری چینونیکاش مثلا وای خطی برق حفاظت دارن که این ممکن است برای ما. رهبران بخش انرژی کشور تا حال بارها تاکید نمودند که در دایره سند و برنامه‌های دولتی با دزدی و تلفات نیروی برق مبارزه می‌برند، ولی این مشکل همانا باقی مانده است. طبق اطلاع رسمی سال 2024 تلفات نیروی برق در نیروگاه‌ها و مرکزهای برق و گرمایدهی شرکت برق تاجیک بیشتر از 73 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل نموده است. همچنین پرداخت نشدن برق به میلیون‌ها دلار می‌رسد. اخیراً نرخ نیروی برق بالا برده شد تا به خودکفایی و رشد ساحه انرژی مساعدت شود. یک موضوع دیگر از منطقه، قزاقستان ترتیب گرفتن کارت بانکی را برای شهروندان خارجی باز سخت‌تر می‌کند. آژانسی نظارت و رشد بازار مالی با راه اندازی تدبیرهای نو می‌خواهد نظارت افرادی را که شهروندی قزاقستان نیستند سخت‌تر کند. در صورت تصویب این تغییرات شهروندان خارجی دیگر نمی‌توانند از بیرون ایستاده با میانه‌رو برای خود صورت حساب باز کنند. همچنین نهادهای دولتی حق خواهند داشت قانونی بودن حضور استفاده برنده را بسنجند. سرانگیز نوروز شو گزارش می‌دهد. قزاقستان از سال 2023 منتظم ترتیب دادن کارت بانکی را برای خارجیان سخت‌تر می‌کند. محدودیت‌ها از منع دادن کارت به شخصان شروع شد که حق اقامت ندارند. سپس گرفتن رقم‌های مشخص انفرادی را برای خارجیان منع کردند. این رقم برای باز کردن حساب بانکی در مؤسسه‌های خارجی ضرور است. درتر مهلت کارت بانکی برای افرادی که شهروند قزاقستان نیستند تا 1 سال کم کرده شد. همکنون محدودیت‌های نو جاری می‌شود. طرح نو چاره‌های زیرین را پیش بینی می‌کند. طلب از بانک‌ها برای نظارت مشتریان دارای خطر بیشتر که شهروند قزاقستان نیستند، از جمله درباره منع دادن کارت در شکل فاصله‌ای یا توسط نماینده، دادن رقم انفرادی با استفاده از نسخه شناسنامه و سنجش حضور قانونی مشتری در کشوری که از آنجا عملیات بانکی انجام می شود. هرچند در قرار آژانسی نظارت و رشد بازار مالی از شهروندان یگان کشور یاد نشده است، ظاهراً گپ درباره روسیه‌گی‌ها است. بعد جاری شدن تحریم علیه روسیه، اکثر شهروندان آن در بانک‌های قزاقستان صورت حساب گشودند. برای خریدن دلار و یا بیرون بردن پول خود آنها از همین صورت حساب استفاده می‌کردند. این وضع بازاری اسعار را در قزاقستان به مشکل دچار کرد و طلبات به دلار افزوده نگرانی‌ها را از کاهش ذخیره آن به میان آورده است. ساکنان روسیه هم از پول ملی ما ضمن عملیات‌های بانکی زیاد استفاده می‌برند. برای خرید و فروش اسعار روبل را با تنگه برابر کرده، بعد با این تنگه‌ها دلار خریده می‌شود. سپس بعضی عملیات حساب برابرکنی انجام داده می‌شود. این هم یک نوع فشار به پول ملی ما است. از این پیش در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای پخش شده بود که رقم‌های انفرادی که بر روسیه‌گی‌ها داده شده بود به طور غیر قانونی بازخواند می‌شود. ولی رئیس کمیته مهاجرت وزارت کارهای داخلی در یک نشست گفت رقم انفرادی بازخواند نه بلکه بیکار کرده می‌شود. ما رقم انفرادی را برای شخصانی که با نقض رسمیات آن را گرفته بودند بیکار کردیم. حالا پرونده در بررسی است. گفته نمیتوانم که با کدام ماده ربط دارد. وقتی تفتیش انجام شد همکاران من میتوانند وضع را شرح دهند. در برابر این عملیات بانکی شخصان واقعی وابسته به مکان جایگیرشوی یا IP ادرس و رقم دستگاه قطع کرده می شود. بانک‌های قزاقستان وظیفه دار می شوند که چنین عملیات را فوراً منع کرده تمام معلومات را درباره مشتری، مکان بودوباشی او و سراغه IP و تلفن به بانک ملی فرستند. اخباری آزادی به پایان رسید، ولی خبرهای نوی که پیدا می شوند در صفحه های رادیو آزادی در یوتیوب، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و فیسبوک و ایکس نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید تا دیدار در برنامه‌های دیگر.